بازی کردن احمدی اصفهانی با مفاهیم قرآنی. ابن عباس به مولایم امیرالمؤمنین، مولایمون امیرالمؤمنین عرض کرد یا علی فسرنی القرآن، برای من تفسیر قرآن بگو. آقا فرمود شب بعد از نماز مغرب بیا تا برات تفسیر قرآن بگم. شب بعد از نماز آمد، دستشو گرفت تو قبرستان بقیع نشست، رو قبرستان بقیع نشست. فرمود بگو، بخون ببینم از کجا برات بگم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بس وایسا. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم چند حرفه؟ 19 حرفه. بسم 3 تا، الله 4 تا، 7 تا، الرحیم 6 تا، الرحمن 6 تا، الرحیم هم 6 تا، 6 و 6 12 و 7. ریاضیت 20. اما چون شل اومدی ریاضیت 19 است. عرضمت بر این که 19 حرف است. فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم. فرمود بسه. حرف اول بسم الله چیست؟ گفت آقا با. فرمود امشب میخوام تفسیر ب برات بگم. ب به یک بزرگم نوا، به یک کوچیک، به یک اول. بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر ب میخوام برات بگم. گفت بفرمایید. ابن عباس میگه شروع کرد برا من تفسیر با بگه. دیدم دریای علم خدا به تلاطم آمده است. شروع کردنی کل فواره فی جنب البحر. دیدم من مثل 6 سماور در برابر اقیانوس اطلس و آرام به تلاطم داره میریزه بیرون. اونقدر میگفت و منم محو جمالش شده بودم در شنیدن. یهو چشمم افتاد دیدم سفیده صبح طلوع کرد. گفتم یا علی، من که بودم به خدا نمیگفتم، اما ابن عباس گفت یا علی سفیده صبح طلوع کرد، صبح شد، بریم نماز بخونیم. فرمود باشه، پاشو بریم نماز بخونیم. از قبرستان اومدن بیرون برن تو مسجد نماز بخونن. ابن عباس میگفتم یا علی متر تفسیر ب تموم شد که فردا شب برام تفسیر سین بگی اینجوری. آقا فرمود تموم شد. لو شئتو لاوقرتو 80 بعیرا فی معنی البا. اگر بخوام تفسیر ب بسم الله بگم 80 شتر، هر شتری یه خروار کاغذ میتونم بنویسم. بینندگان گرامی، الله متعال در کتابش می‌فرماید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. و به راستی قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، پس آیا پند پذیری وجود دارد؟ بینندگان گرامی، الله متعال در قرآن کریم می‌فرماید ما قرآن را برای پند گرفتن آسان نمودیم، اما متوجه شدیم که این روحانی باطنی در راستای دور نگه داشتن مردم از قرآن داستانی خیالی را به امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه نسبت می‌دهد تا به مردم بقبولاند که جز معصوم کسی مفاهیم قرآنی را در نمی‌یابد. چند سوال از حجت الاسلام احمدی اصفهانی. سوال اول: جناب حجت الاسلام، این تفسیر حرف بای بسم الله کجاست تا ما هم از آن بهره مند شویم؟ سوال دوم: آیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش چنین تفسیری از قرآن ارائه کرده اند؟ اگر هست کجاست؟ نشان بدهید تا جهانیان نیز بهره ببرند. و اگر نیست، آیا به نظر شما ائمه شامل این عقاب الهی نمی شوند؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قطعاً کسانی که دلایل روشن و هدایتی را که نازل کردیم
و آن را برای مردم در کتاب بیان و روشن نمودیم کتمان می کنند مورد نفرین الله و لعنت کنندگان قرار می گیرند. چگونه چنین جسارتی در حق امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه روا می دارید و او را کتمان کننده علم الهی می دانید در حالی که کتمان کننده علم مورد لعن و نفرین الله متعال واقع می شود؟ جناب حجت الاسلام، آیا اندیشیدن در قرآن را منحصر به تعداد مشخص دانستن در تعارض با فرموده پروردگار نیست که می‌فرماید کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتابی است خجسته و مبارک که آن را به سوی تو نازل کرده ایم تا در آیاتش بیندیشید و خردمندان پند بگیرند. بینندگان محترم، تنها هدفی که این افراد از طرح چنین مسائلی دارند دور نگه داشتن مردم از قرآن و مفاهیم قرآنی است که هدایتگر بشریت به بهترین و استوارترین راه‌ها می باشد. Ah